میخوام یه نکته کلیدی بهت بگم تا بعد از اجرای طرح چشما رو طرح قفل کنه. من حمیدرضا بختیاری ام و به دنیای مینیمالیستا خوش اومدید. اولین چیزی که مخاطب بعد از وارد شدن به فضای خلق شده توسط شما میبینه رو بهش میگیم فوکال پوینت یا نقطه کانونی. حالا اگه این نکاتی که بهت میگم رو رعایت کنی میتونی کاری کنی تا طرف روش قفل کنه. اگر اطراف پروژهتون منظره یا ویو خفنی هست کارتون راحته، فقط کافیه پنجره ها رو تا حد امکان بزرگ طراحی کنید و ورودی رو جایی بذارید تا به محض وارد شدن به فضا منظره قاب شده توسط پنجره دیده بشه. البته سعی کنید برای پنجره پرده نزنید. این اولین راه برای درست کردن فوکال پوینت. راه بعدی شومینه است. شومینه ها رو هر کاریشون بکنی فوکال پوینتن، یعنی هر کاریشون بکنی چشم میره سمتشون. پس بهتره برای طراحی شومینه خفن و جذاب وقت بذارید و همینجوری یلخی ازش نگذرید. اگر هم ویلایی به سبک روستیک طراحی میکنید بهتره یه شومینه چوب سوز بذارید، جلوش مبل بذارید تا یه فضای گرم و دلنشین داشته باشید. قفسه بندی یا شلف‌های دیواری هم گزینه مناسبی برای فوکال پوینت بودنن. میتونید یه کتابخونه طراحی کنید یا شلف‌هایی برای گذاشتن کلکسیونی خاص یا قفسه‌هایی برای گذاشتن نوشیدنی‌های الکلی با چیپس و ماسموسیر و زیتون و پسته هم برای پولداراست ولش کن. گزینه‌های دیگه‌ای هم هست برای فوکال پوینت بودن، فقط کافیه برای طراحیشون فکر شده‌تر کار کنیم، مثل دیوار، سقف، مبل یا آینه. آینه دیدی چجوریه تو خیابون هر کی از کنارش رد میشه زوم میکنه روش ببینه خوش‌تیپه یا نه. پس برای طراحی آینه هم وقت بذارید. اول از همه دو تا فوکال پوینت رو کنار هم توی فضا نذارید، این باعث میشه مخاطب گیج بشه. اگر هم دو تا فضای مختلف کنار هم دارید میتونید یه فوکال پوینت اصلی بذارید که قدرت جذب بیشتری داره و یه فوکال پوینت ثانویه. دوم از همه هم عناصر و اکسسوری‌های اضافی کنار فوکال پوینت نذارید و دورش رو شلوغ نکنید. سوم از همه هم نورپردازی کردن فوکال پوینتتون رو فراموش نکنید. فوکال پوینت ها باید نور مخصوص خودشونو داشته باشن. دمتون گرم، موفق باشید، تا بعد.